محترم داخل افغانستان، سلام محصلین محترم طب و همچنان ساجرا. با قراره که گفته بودم ما سلسله از تحلیل کیس های سیتی مغز را با اساس معلومات و با اساس کیس هایی که از داخل افغانستان در این چند ماه آخر به ما رسیده ما دایر میکنم و با این اساس میخوایم شما هم ببینین و یک چیزی را یاد بگیرین تا اینکه کلیشه هایی که برای شما در روز اول هست که میرسه از جایی که عکس میکنن یا از کلینیک های رادیولوژی، اونا را بتونین الی آمدن راپور یک تحلیل عمومی داشته باشین ازش و بر مریض یک کار را انجام بتین الی آمدن تحلیل درست و یا راپور سیتی. ما از قسمت اول بخش خونریزی ها شروع میکنم که این اقدام عاجل ضرورت داره نسبت به بخش استروک و بخش تومور ها و بعد از او دیگه کیس های زیاد داریم و آیسته آیسته از هر کیس به اصطلاح پیش میبریم. کیس اول ما هست شخصی هست که مسن است، تقریبا 60 سالش است و این با لوحه ویکنس طرف یا کم قوتی طرف راست بدن اینا مراجعه میکنه، فشارشان بلند است و سیتی از اینا اخذ میشه. در افغانستان ما سیتی های سینگل سلایس اکثرا داریم، اکثرا از ولایات به ما که میرسه سیتی ها سینگل سلایس است، اونجا مولتی دیتکتر نیست، سینگل دیتکتر است، فقط یک مقطع در یک دور اخذ میکنه. مقدار شوهایش هم که هست نسبت به مولتی دیتکترها زیادتر است، اما در صورت ضرورت ما میتونیم از سیتی به خاطر تشخیص خود استفاده کنیم. کیس که شما میبینین در قسمت اولا میبینین طرف راست و چپ از نظر رادیولوژی خیلی مهم است. ما وقتی که میبینیم به طرف چپ ما جایی که ماوس ما قرار داره، این قسمت راست سر مریض است، چون مریض در مقابل ما قرار داره که پایش طرف ماست و سرش دور از ما هست. طرف مقابلش طرف چپ است، قدام هست و خلف است و منظری که میبینیم به نام ویندوی سربرال یا ویندوی به اصطلاح برین ویندو یاد میشه و همچنان در اینجا ما میتونیم ویندوهای خود تغییر بدیم، مثلا بون ویندو، سافت تیشو ویندو، سربرال ویندو و این ویندوها نظر به این است که ما چقدر گری تون خود، یعنی تون های رنگ های مختلفی که بین سیاه و سفید قرار داره ما این را تعیین میکنیم و کدام انساج برای ما بهتر دیده میشه. در منظری ویندوی برین ما میبینیم از قسمت بالا شروع میکنیم، میبینیم اشیارهایی که در مغز موجود است به صورت خوب دیده میشه. آیسته آیسته پایان میاییم، میبینیم قسمت های سب کورتیکال مشکل نداره، فرانتال، پاریتال و اکسیپیتال ما قابل مشاهده است. در این مقطع پایان میریم، در اینجا ونتریکل سیستم های خود میبینیم، این قابل مشاهده است. شما اکثرا فیلم های دارین و اساس فیلم از مقطع بالا شروع کنین به طرف پایان تا اینکه ببینیم در قسمت بیزل گانگلیا یا پایان در سطح مقطعی که ما از ونتریکل سیستم داریم، در اینجا ما میبینیم که خیال هایپر اینتنس یعنی اینتنسیتی زیاد است، سفید رنگ است دیده میشه. این خیال در قسمت بیزل گانگلیا و همچنان در طرف چپ در تالاموس طرف چپ قرار داره و یک اندازه فشار آورده و بالای ونتریکل طرف چپ یعنی لترال ونتریکل طرف چپ مریض فشار آورده. در اطرافش یک حاله کمرنگ یا به اصطلاح ما هایپودنسیتی میبینیم که نسبت به مغز کمرنگ تر است، نسبت به خونریزی کمرنگ تر است و هی در حقیقت نشان دهنده ادیمای اطراف یک میراق است. در اینجا میراق ما میراق خونریزی هست، تقریبا اندازه از این اگر ما اندازه کنیم، در صورتی که ما اندازه کنیم میبینیم اندازهش در حدود 2.8 سانتی متر در تقریبا 2.1 سانتی متر می باشه و این فشار آورده بالای لترال ونتریکل قراره که گفتم. میبینیم در اینجا خیلی مهم است تا ببینیم داخل ونتریکل ما بعضا خونریزی ها از طریق راه باز میکنن به ونتریکل سیستم که این خیلی عایز اهمیت است نظر کلینیکی برای ما که پیش مریض یک هایدروسیفالوس به وجود میاره به خاطر که جریان مایع دماغی که از قسمت های ونتریکل ها شروع میشه در پلکسوس کروئید تولید میشه، در ونتریکولار جریان میکنه، در ونتریکل بطینات جنبی، بعد از او در بطین سوم که اینجا ما میبینیم یک اندازه زیر فشار است اما باز هم باز است. بعد از او از طریق همین فورامینایی که پایان در قسمت های مید برین قرار داره از او پایان میره و بطین چهارم
در این قسمت ما میبینیم بطین چهارم ما باز نشده، بزرگ نیست، به این معنی که پیش مریض یک هیدروسفالوس تحسس نکرده و همچنان خون اکثرا وقت مریض به شکل استجای زری میبینیم. در قسمت های خلفی بطینات جنبی اکثرا ما یک اندازه خون میبینیم. پیش این مریض خون داخل یعنی اینترونتریکولار بلیدینگ نداره، بلکه این مریض یک مریض اینتراسربرال بلیدینگ است. اکثرا در این ساحه‌ای که به اصطلاح بیزل گانگلیا و تلمی است از سبب بلند بودن فشار خونریزی ها به وجود میاد. پیش از این مریضا خوبی کاری است که اگر ما فشار مریض آنن با وسیله دواهای پایین آورنده فشار از طریق وریدی ما را کنترل کنیم و فشار مریض با 140/80 برسانیم، مریض تقریبا در 1 الی 2 روز خیلی بهبود به اصطلاح پیدا میکنه. اگر فشار مریض بالا باشه، خونریزی زیاد شده و داخل بطینات خواهد شد و فشار زیادتر وارد میکنه بالای اطراف و سبب هیدروسفالوس میشه. هیدروسفالوس خودش کشنده هست اگر دوام کنه و نیازمند از این است که باید باز شود مجرا بیرون و در صورت که در شرایط افغانستان هم میبینیم نیوروسرجن یا جراح مغزی ما خیلی کم به اصطلاح کم یافت هستند یا قشری هستند که در ساحات مثلا در ولایات که اکثرا کم است، در کابل و ولایت بزرگ شاید باشن، اما لازم دید که به او حالت مریض برسه از این لازم نیست که ما باید صبر کنیم. بهترین طریقه تداوی اینتراسربرال بلیدینگ وقتی که در قسمت بیزل گانگلیا باشه، تداوی عمده شمی است که اگر مریض رخی کننده خون میگیره او باید استاپ شود. اگر دوایی داریم که بتانیم ریورس کنیم رخی کننده خون، مثلا اگر مریض ما وارفرین میگیره باید برش ویتامین K بدیم و همچنان فشار مریض آنن پایان بیاریم با تزریق دواهای پایان آورده فشار یا پایان آورنده فشار که فشار تقریبا در حدود 140/80 ما باید برسانیم فشار. اکثرا پیش از اینا فشار در 200-250 هست. این رو باید با آنن پایان بیاریم. خب پایانتر میبینیم قسمت های بیزل گانگلیا ختم شد، میایم در قسمت مید برین و پانس میبینیم. پانس ما مشکل نداره، اطراف پانس ما یک سیسترناست یا چندین سیسترناست که اونم بیزل سیسترنا میگن. پریپونتین سیسترنا رو میبینیم. پایانتر میایم قسمت های سریبیلوم یا مخیخ یا دماغ چوچره یا دماغ کوچک میبینیم. این هم از خود مشکل نداره. در ویندوهای مختلف میتونیم این نگاه کنیم. اکثرا پیش شما وقتی فیلم های میایه اکثرا در ویندوی برین است. شما ویندوی بون ندارین. بون فقط در میتونیم تغییرات اگر مریض تراما باشه برای ما قابل اهمیت است که شکستگی در بون داره یا نه. آیا کدام مشکلات دیگه ثانوی دیده میشه یعنی مثلا اگر مریضای سردردی اکثرا باید ما با پارانازال ساینس ببینیم که پیش اکثرا کسایی که سینوزیت ها دارن میتونه سردردی ها به وجود بیاین و وقتی که ما علت دیگه سردردی رو داخل مغز نیافتیم میتونیم این ساحات هم به خاطر دیدن کدام علت دیگه باید ببینیم. مریض دوم ما همچنان یک مریض مسن است. ببینین قراره که گفتم این بار طرف راست مریض در قسمت تلموس در اینجا یک خونریزی موجود است. البته این خونریزی به اندازه سفید مثل قبل نیست، به خاطر از اینکه این مریض 1 یا 2 روز مانده و خونریزی یک اندازه به اصطلاح دنسیتی خود پایان آورده. همچنان از طرف دیگه میبینیم در اطراف محراق خونریزی در اینجا اودیما تشکیل شده. این مریض یک اندازه فشار بلند داشته قبل از این، به خاطر از اینکه من میبینم در ساحات سبکورتیکال در قسمت هایی که وایت ماتر است در اینجا ما یک خیال به اصطلاح کمرنگ را میبینیم یا هایپودنس میبینیم که نشان دهنده مایکروواسکولار اینجوری است که به نام لوکواریوزس یاد میشه. پیش مریض یک شکل کانفلوئنت نوکواریوزس موجود است که در حقیقت نشان دهنده بلند بودن سویه فشار در مدت زیاد است و علت از این خونریزی هم پاره شدن یک رگ کوچک در قسمت های داخلی است. پیش از این مریضان باید ما فشارش آنن پایان بیاریم. همه قسم وقتی که ما از بالا میبینیم به اصطلاح شیارها قابل دید است. یک اندازه زیر فشار بطینات قرار داره، بطین خصوصا بطین طرف راست. هیدروسفالوس و اینترونتریکال بلیدینگ پیش مریض موجود نیست. بیزل سیسترنای ما قابل رویت است. این خیال سیاه رنگی که اطراف پونس میبینیم.
چون سن این مریض بلند است به او خاطر لترال ونتریکل طرف راست و چپ قابل دید است. فکر میکنم که وقتی که ما در پایان ببینیم شما متوجه شوین در اینترونتریکولار بلیدینگ پیش این مریض تأسس کرده. در مقطعی که قبلا ما گفتم دیدم در وجود نبود، اما در اینجا وقتی که ما میبینیم در دو طرف، در بطینات طرف راست و چپ در قسمت خلفیش ما یک خیال دو دنسیتی مختلف میبینیم که دنسیتی آب است و دنسیتی لختی خون است. یعنی به اصطلاح خون در داخل بطینات موجود است. پیش از اینا باید متوجه به وجود آمدن هایدروسیفالوس بود که اگر موجود باشه باید متوجهش باشیم. باز هم تداوی از اینا پایین آوردن فشار خون است. مریض بعدی ما عین لوحه داره، اما در اینجا به مقدار خونریزی زیاد است. موقعیت خونریزی یک اندازه از بیزل گانگلیا بالاتر، یعنی در حالات سب کورتیکال قرار داره. مریض ما هست، مریض 75 ساله است، مرد است و با لوحه به اصطلاح اولا کم قوتی طرف راست مراجعه کرده، بعد از او آهسته آهسته این مریض بیهوش میشه. پیش این مریض اگر ما متوجه شویم نسبت به اون مریض دیگه شیارهای سطحی ما غیر قابل رویت است، بسیار کم است فواصل بینشان و تفریق پذیری بین حجرات یا وایت ماتر یا ماده سیاه و سفید در اینجا کمتر دیده میشه. نشان دهنده بلند بودن فشار داخل قفی را میکنه، بخصوص در قسمت طرف چپ، یعنی سریبروم طرف چپ، یعنی همیسفیر طرف چپ سریبروم ما در اینجا شیارها را کمتر قابل رویت میبینیم. این نشان دهنده فشار بلند داخل قفی را میکنه. این خونریزی از طریق بیزل گانگلیا داخل شده به ونتریکل سیستم. تقریبا تمام ونتریکل ها پر است، ونتریکل جنبی طرف چپ، طرف راست، ونتریکل سوم و همچنان ونتریکل چهارم ما پر از خونریزی هست. پیش مریض ما هایدروسیفالوس تأسس کرده. اگر شما متوجه شوین در اینجا یک باز شدن هارن یا قرن تمپورال طرف راست ما میبینیم. این خودش نشان دهنده حالت وخیم مریض است. بیزل سیسترنای ما اینجا ابلیتریتد است، قابل رویت نیست اطراف پنج. و از طرف دیگه ما یک میدل لاین شیفت میبینیم. اگر ما یک خط فرضی را رسم کنیم که از قسمت مرکز بگذره، یعنی از خصوصا ما اینجا بون در نظر میگیریم، خط فرضی را رسم میکنیم و نظر به موقعیت قسمت متوسط بطینات ما ببینیم چقدر تقریبا 12 میلیمتر قسمت مغز راست ما فشار آورده و خط مرکزی را تیله کرده به طرف راست که خودش حالت وخیم مرض نشان میده. مریض از هوش رفته و امکان تلف شدن این مریضا خیلی بیشتر است و این حالت است که بسیار وخیم است. مریض بعدی ما همین چیز، ما ویندوی خود تغییر میدیم به ویندوی مغز. در ویندوی مغز ما میبینیم که از بالا اگر شروع کنیم یک خونریزی در قسمت از شروع وقتی که میکنیم میبینیم در ساحه سب کورتیکال دیده میشه. خونریزی بزرگ است. اگر اندازه کنیم اندازهش تقریبا در حدود 8 سانتی در 7 سانتی هست که داخل بطینات هم بطین جنبی طرف راست هم طرف چپ هم شده. موقعیت از اینا نسبت به بیزل گانگلیا که این موقعیت بود فرق میکنه. موقعیت بیزل گانگلیا نشان دهنده اکثرا فشار بلند است، اما وقتی که موقعیت ما سب کورتیکال شد خونریزی ما اتیپیکال میشه و وقتی که خونریزی اتیپیکال شد علتهای دیگه مانند با یک EVM، یک تومور و یا یک متاستازه که خونریزی داده باشه باید در نظر بگیریم. به خاطر از این مریضا وقتی که از حالت عاد اگر گذشتن میتونیم بگیم آرای را تا حدود 4 هفته بعد اجرا کنیم تا ببینیم که اندرلاینگ یا علت اصلی از این خونریزی چی بوده. باز هم پیش این مریض میبینیم میدل لاین شیفت موجود است. شیارهای سطحی ما قابل رویت خصوصا در طرف چپ مغز نیست، در طرف راست قابل دید است تا یک اندازه. خط متوسط ما یا میدل لاین شیفت موجودیتش میتونیم اندازه کنیم در حدود 15 میلیمتر است و بطینات ما خصوصا بطین
جنبی ما امکان داخل شدن خون به طرف بطن جنبی هست. همچنان کورپوس کالوزوم که یک ساختمان خیلی دنس است که از سبب ارتباط بین دو طرف به اصطلاح به وجود میاد، یک ساحه دنس است. این هم تیله شده به طرف راست. داخل بطن سوم و چهارم خون موجود نیست. یک اندازه هایدروسفالوس پیش مریض تأسس کرده، اما باز هم بیزل سیسترنای ما باز است. فشار ما این مریض نسبت به مریض قبل ما کمتر است. باید در نظر بگیریم که وقتی که گفتم 4 هفته که اگر گذشت، اولا قدم اول باید تداوی از اینا فشار پایین آوردن فشار است در افغانستان. در اینجا امکان داره که در کشورهای دیگه که امی خونریزی را با یک نظر به سن، نظر به وضعیت مریض، اینا را ایواکویت کنن و باز کنن و یک مجرای را باز کنن و خون بیرون بکشن، اما در شرایط افغانستان این امکانش کمتر دیده میشه. و باز اگر ببینیم که علت مریض تراوما نباشه، به او خاطر ما مجبور هستیم که تمام اسکل یا استخوان‌ها را هم از نظر بگذارانیم. مریض بعدی ما همچنان یک مریض است، اما با لوحه که مریض سوم ما داشت مراجعه کرده، یک به اصطلاح اینتراسربرال بلیدینگ موجود است که داخل ونتریکل شده که در خط اینتر ونتریکولار بلیدینگ همچنان داده. این مریض ما هم یک اندازه کم میدل لاین شیفت داره. پیششان هایدروسفالوس تأسس کرده. شما اگر متوجه طرف هر دو طرف اگر در قسمت های تمپورال هورن شوین میبینین خونریزی هم داخل شده به بطن چهارم و مریض ما باید بیهوش باشه. اطراف خونریزی ما حوضه ما داره تا طرف راست. دیگه ای کیس بود که کیس چهارم ماست. کیس پنجم ما یک کیس هست که نشان دهنده یک خونریزی تحت الحاد است. به این معنی که اندازه دنس نیست، هایپر دنس نیست و دنسیتی از این کمتر است نسبت به حالت حاد، نشان دهنده چند روز گذشتن از خونریزی را نشان میده. در اطرافش یک هایپودنسیتی موجود است که شاید خونریزی قبلی باشه و یا ای که از نظر استروک قبلی مریض داشته باشه. بطن طرف لترال طرف راست ما بسته شده به خاطر مس افکت و اگر متوجه شویم موقعیت این خونریزی ما هم قابل سوال است، چون این موقعیت خونریزی ما در قسمت تمپورال است، بالا آمده به طرف بیزل گانگلیا که این خودش نشان دهنده از است که آیا یک اندرلاینگ لیژند پیش مریض موجود بوده، مانند متاستاز، مانند یک AVM و یا ای که دیولوپمنت وینوس انومالی و یا ای که اگر کدام پرایمری تومور باشه که خونریزی داده باشه. پیش این مریضا باز هم میگم که 4 هفته بعد باید یک MRI صورت بگیره. فشار داخل مغزی نسبت به مریض قبلی، دو مریض قبلی ما کمتر است، اما باز هم هست. هایدروسفالوس یک اندازه کم تأسس کرده به شکل مایل هایدروسفالوس و چیزی که برای ما مهم است این است که بیزل سیسترنای ما پیش مریض قابل رویت نیست. البته نظر به این که ما اسکن‌های ما از افغانستان وقتی میاد 5 میلیمتر است، در هر مقطعی ما که فاصله بینشان 5 میلیمتر است، بعضا ما بعضی ساختمان‌ها و استراکچرها را ما نمیتونیم ببینیم چون در بین 5 میلیمتر واقع میشه. اما در اسکن هایی که در اروپا هست این مقطع‌ها کوچک شده تا 0.6 میلیمتر ما میتونیم ببینیم. در اون صورت ما بسیار جزئیات هم میتونیم با خوبی در موردش قضاوت کنیم. از نظر از اینکه بون ویندوی مریض ببینیم، مریض ما کدام شکستگی و یا مشکل در بون ویندوی خود بون خود ندارد. از نظر سافت تیشو ویندو ببینیم که زیرای یعنی تحت جلد مریض میتونیم به خوبی ببینیم و ساحات مثلا چشما عضلات این رو به حساب سافت تیشو ویندو میگیم. در اینجا هم ما میتونیم تمام اسکن را ببینیم. مریض بعدی ما همچنان یک خونریزی تحت العاده طرف چپ تلموس ما همراه با یک اندازه کم از ادیما در اطراف دیده میشه. پیش مریض یک میدل لاین شیفت موجود نیست. خونریزی داخل ونتریکل نشده چون من نمیتونم خون ببینم در داخل ونتریکل. یک اندازه نظر به که سن مریض بلند است، حدود 65-70 است. پیش مریض یک کم اتروفی دیده میشه او هم در قسمت های تمپورال. دیگه
چیزی که به ما مهم بود هایدروسیفالوس بود که دیدن نمیشه، بطینات باز است، اطراف بیزل سیسترنا باز است و انتراتنتوریال استرکچر های ما مثلا سریبلم کدام مشکل نداره. از نظر بون ویندو اگر مریض ما ببینیم در اینجا پارانازال ساینوس و خود اسکلت مغز مریض مشکل نداره. مریض بعدی ما همچنان یک مریض هست که با لوحه مراجعه کرده که طرف راست مریض کم قوت است، یک اندازه مریض به اصطلاح افغانی بیسر است و این مریض جور بوده، چند وقت به این حالت به اصطلاح دچار شده. شما اگر متوجه شویم از بالا میبینیم یک فرق را بین طرف راست و طرف چپ میتونیم ببینیم. طرف راست نسبتا صاف است، طرف چپ مریض ما شیارها را میتونیم ببینیم که نشان دهنده نرمال بودن طرف ایمی طرفی که ماوس است طرف راست مریض است میکنه. اما با طرف چپ وقتی که ما میبینیم که امی سوکا یا امو فواصل بین جایرس ها از بین رفته، فقط یک ساحه نیمه هلالی یا ماهتابی را ببینیم هلال جدید که بیرون مغز تقریبا قرار داره و مغز به یک اندازه به طرف مقابل تله کرده. شما اگر در این مقطع متوجه شوین اینی قسمت های ما کورتکس مغز نشان میده، این قسمت بیرون مغز است و این پایان بیایم میبینیم که طرف راست و چپ مغز ما اسیمتریک هستند، به این معنی که یک فشار در قسمت طرف چپ مغز موجود است که میدل لاین ما را تیله کرده تقریبا 8 میلیمتر به طرف راست. نشان دهنده امی حالت باید ما با یک مس افکت باید که علتهای مختلف داره، میتونه علتش تومور باشه، میتونه علتش آبسه باشه، میتونه علتش خونریزی های تحتالهات باشه و این یک مثال هست که در حقیقت سب اکیوت سابدورال هیماتوم است. مریض یک ترومای قبلی داشته و این ساحه هایپودنسیتی را که شما اگر در نظر بگیرین یک دنسیتی پایان بسیار به خوبی میتونین ببینین که اینی سطح مغز نشان میده. اینی قسمت ها این در حقیقت خونریزی اکیوت سابدورال هیماتوم است با یک میراقی که لیکویفاید شدن، به این معنی که یک اندازه در اینجا موادی که موجود است دنسیتیش پایان است. اما باز هم پیش این مریض نمیتونیم رول اوت کنیم که آیا در اینجا ابسیس موجود است یا نه. لوحه کلینیکی مریض برای ما خیلی مهم است، چون دکتر صاحب وقتی که برای ما اگر می نویسند که مریض فبریل است، مریض سپتیک است، در اون صورت ما میگیم باید ابسیس هم در نظر بگیریم، خاطر که ابسیس وقتی که باز میشه بیرون میره در موقعیت سبدورال میتونه خونریزی هم بده و اشکال مختلف میتونه تشکیل بده از نظر منظرهای رادیولوژیک. اما پیش این مریض به اصطلاح انتان موجود نیست، خونریزیش نشان دهنده خونریزی سباکیوت سبدورال هیماتوم است، کرونیک نشده، یک اندازه لیکویفاید است بعضی قسمت هایش. بیزل سیسترنای ما هم اینجا باز است، لترال ونتریکل طرف چپ ما فشار آورده بالایش، مس افکت داره و باید پیش مریض یک بورهول سرجری اجرا شود. اکثرا یک سرجری اجرا میکنن تا باز کنن تا سطح مغز و فقط دورا را باز میکنن تحت دورا. وقتی خونریزی کش شود یا به اصطلاح سکشن شود یا آهسته آهسته ببرایه مریض وضعیتش بهتر میشه. این امکانات سرجری در هر ولایت افغانستان امکان داره. مریض بعدی ما همچنان یک مریض سبدورال هیماتوم است، با عین لوحه این مراجعه میکنه. شما اگر متوجه شوین میبینین که از بالا و پایان ما یک فرق را در قسمت از نظر سیمتری ما یک فرق را میبینیم. اگر شروع کنیم و یک اندازه ویندوی خودم ما تغییر بدیم میبینین که طرف راست مریض و طرف چپ مریض در این ساعات با هم دیگر همسان هستند، اما ساعات بیرونی آهسته آهسته تغییر از خود میگیره نشان میده. و اگر در این ساعت متوجه شوین فقط یک نیم هلال را میبینین که دنسیتیش در این قسمت زیادتر است. هرچی بالا میریم دنسیتیش پایان شده میره و یک اندازه دنسیتی در سطح خود مغز موجود است. نشان دهنده یک سباکیوت سبدورال هیماتوما
همراه با بعض دنسیتی هایی که به اصطلاح فعلا هم بلیدینگ جریان داره، خونریزی هست، در اینجا پیش این مریض موجود است. اکثر اینا یک تاریخچه ترومای سر می داشته باشند که چند هفته میتونه قبل باشه و پیش مریض آهسته آهسته وضعیتشان تغییر میکنه. ایتو به شکل آننی چون سبدورال هیماتوما خونریزی هست که از سبب باز شدن رگای وریدی است، برخلاف اپیدورال هیماتوما که میتونه به ظرف چند ساعت بعد از تروما به وجود بیاد که از سبب باز شدن شرايين کوچک مننجیل می باشه. سبدورال هیماتوما وقت زیادتر با مریض میته، بعضا یاد و فراموش مریض میشه. نظر به سویه کلینیکی مریض، اگر پیش مریض یک فلج موجود باشه میتونه که مریض عملیات شد و عملیات شد باز کردن برهول یا یک سوراخ است که در سطح دکتر صاحب سرجن باز میکنه و خونه میکشن. انظارش بهتر است نسبت به دیگه انواع خونریزی های مانند اپیدورال هیماتوما. این بود یک بخشی از قسمت اولی از خونریزی های سربرال که است به اساس معایناتی که از افغانستان میرسه و ما برای شما نشان دادم. امیدوار هستم با دوستانتان ایره و شریک بسازین و از معلومات شما هم مستفید شوین. امیدوار هستم تا چینل ما را سابسکرایب کنیم. چینل افغان لکچر همیشه در خدمت شماست. چیز معلوماتی که ما دارم میخوایم به تمام افغانان و خصوص به دکتر صاحبای افغان، به محصلین افغان و قشر جوان افغان و بتون تا در آینده بتونیم یک چیز بهتر را به مملکت خود ما به دست بیاریم. شب و روزتان خوش. خدا حافظ.